من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عبدالله ابن مالک ابن بحینه روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او هنگام نماز خواندن، هنگام سجده کردن آنچنان دستهایشان را از یکدیگر دور نگه می داشتند که سفیدی زیر بغلشان معلوم می شد. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره از پیامبر خدا درود بر او روایت است که فرمودند کسی که سر خود را پیش از امام بالا می کند آیا از این نمی ترسد که خداوند سرش را مانند سر خر و یا صورتش را به صورت خر درآورد؟ یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عبدالله ابن مزنی روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند در مورد ادای نماز شام خود تحت تأثیر مردم بادیه نشین قرار نگیرید. و عبدالله مزنی گفت مردم بادیه نشین نماز شام را خفتن می نامیدند. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت شب پیش از این که اسلام انتشار پیدا کرده باشد پیامبر خدا درود بر او نماز خفتن را به تاریکی ادا نمودند و از خانه تا آن وقت بیرون نشدند که عمر گفت زنها و اطفال خواب شدند و هنگامی که بیرون شدند و مردمی که در مسجد بودند گفتند در تمام روی زمین غیر از شما هیچ کسی دیگر اینقدر به انتظار نماز خفتن نمی‌ماند. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو موسی روایت است که گفت من و همراهانم که با من در کشتی آمده بودند به بقیع بطحان منزل گزیدیم و پیامبر خدا درود بر او در مدینه بودند. هر شب عده صحابه به نوبت نزد پیامبر خدا درود بر او می رفتند. شب نوبت رفتن به من و همراهانم رسید. در این شب پیامبر خدا درود بر او مشغول بعض کارها بودند. از این سبب نماز خفتن را تا وقتی که آسمان پر ستاره شد به تأخیر انداختند. بعد از آن آمده نماز را با مردم ادا نمودند. چون از ادای نماز فارغ شدند به اشخاص حاضر آنجا فرمودند آرام باشید و برای شما بشارت می‌دهم که از جمله نعمت‌های خداوند بر شما این است که در این ساعت هیچ مردم دیگری غیر از شما نماز نمی‌خواند. و یا چنین فرمودند که در این ساعت هیچ کسی غیر از شما نماز نخوانده است.
راوی نمی‌داند که پیامبر خدا درود بر او کدام یک از این دو عبارت را گفتند. ابو موسی میگوید که ما برگشتیم و از آنچه که از پیامبر خدا درود بر او شنیده بودیم خوشحال بودیم. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد من رحمن فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. در حدیثی که پیامبر خدا درود بر او نماز خفتن را در تاریکی ادا نمودن و عمر برایشان گفته بود که زنها و طفلها خوابیدن، این عبارت نیز آمده است که نماز خفتن را بین غروب شفق آفتاب و بین حصه 3/1 اول شب می‌خواندند. در روایت از ابن عباس آمده است که گفت پیامبر خدا درود بر او برآمدند و گویا که من همین حالا به طرفشان نگاه میکنم. آب از سرشان میچکید و در حالی که دست خود را روی سرشان گذاشته بودند فرمودند اگر بر امت من مشقت نمی بود با آنها امر میکردم که نماز خفتن را در چنین وقت بخوانند. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد من رحمن فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و ابن عباس از چگونه گذاشتن پیامبر خدا درود بر او دست خود را بالای سر خود حکایت نموده و میگوید انگشتان خود را تا اندازه کشاده و سپس سر انگشتان خود را بر فرق سر خود گذاشتند. بعد از آن انگشتان خود را به هم نزدیک نموده و همان طور آنها را روی سر خود حرکت میدادند تا اینکه انگشتشان به کنار گوششان از ناحیه‌ای که به طرف روی و ریش نزدیک است تماس نمود. و ابن عباس گفت پیامبر خدا درود بر او این کار را نه از این آرامتر و نه هم شتابانتر انجام میدادند. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد من رحمن فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و انس در حدیثی که پیامبر خدا درود بر او نماز خفتن را تأخیر نمودن میگوید گویا که همین حالا همان شب است و من به درخشش انگشتری پیامبر خدا درود بر او نگاه میکنم. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد من رحمن فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو موسی روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند اگر کسی دو نماز را که در سردی روز واقع است یعنی نماز صبح و نماز عصر را بخواند به بهشت داخل می شود. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد من رحمن فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو برزه روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او نماز صبح را در وقت ادا می‌کردند که هر کس نفری پهلوی خود را شناخته می‌توانست
و در نماز صبح بین 60 تا 100 آیت را می‌خواندند و نماز پیشین را هنگامی می‌خواندند که آفتاب زوال می‌کرد. عصر را وقتی می‌خواندند که اگر کسی از ما به آخرین قسمت مدینه رفته و باز میگشت، آفتاب هنوز به درخشش خود باقی بود. و راوی آنچه را که ابو برزه در مورد وقت شام گفته بود فراموش کرده است و در تأخیر نماز خفتن حتی تا 1 شب و یا تا قسمتی از شب هم باقی نداشتند. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از نعمان ابن بشیر روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او فرمودند یا صفهای خود را برابر کنید یا اینکه خداوند بین شمایان اختلاف خواهد انداخت. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از ابو هریره روایت است که گفت ابو بکر مرا همراه 2 شخص دیگر در آن حجی که امیر حج بود مأموریت داد تا در روز عید قربان در مینا اعلان نمایم که بعد از این سال مشرک نباید حج کند و نباید کسی به خانه کعبه برهنه طواف نماید. بعد از آن پیامبر خدا درود بر او علی را فرستاده و به او امر کردند تا براءت از مشرکین را اعلان نماید. علی همراه ما در مینا اعلان میکرد که بعد از امسال نباید مشرک به حج بیاید و نباید کسی به خانه کعبه برهنه طواف نماید. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که پیامبر خدا درود بر او به غزوه خیبر رفتند و نماز صبح را با ایشان در نزدیکی خیبر به تاریکی ادا نمودیم. پیامبر خدا سوار گردیدند و ابو طلحه نیز سوار شد و من پشت سر ابو طلحه سوار شدم. پیامبر خدا درود بر او مرکبشان را به طرف کوچه های خیبر پیش راندند و زانوهایم بر ران پیامبر خدا می رسید. بعد از آن ایشان چادر را از روی ران خود دور کردند تا جایی که سفیدی ران پیامبر خدا را دیدم. چون به دیهه خیبر داخل گردیدند فرمودند الله اکبر. خیبر خراب شد وقتی که ما به دیار مردم بیاییم، پس وای بر روز بیمداد شدگان، یعنی کسانی که دعوت خدا را نپذیرفتند. این سخن را 3 بار تکرار نمودند. انس میگوید در این وقت مردم خیبر جهت انجام دادن کارهایشان بیرون شده بودند و با خود گفتند محمد با لشکرش رسید. انس میگوید خیبر را به زور یا به سال فتح کردیم. چون اسیران را جمع کردند، دهیه آمده و گفت یا رسول الله، از این اسیران یک کنیزی را به من بدهید. فرمودند برو برای خود کنیزی را انتخاب کن. دهیه صفیه بنت حویر را انتخاب نمود. شخص نزد پیامبر خدا درود بر او آمد و گفت یا رسول الله، صفیه بنت حویر سردار قوم قریظه و نذیر را به دهیه بخشش نمودید و جز بر شما برای شخص دیگری مناسب نیست. پیامبر خدا درود بر او فرمودند دهیه را با آن زن طلب کنید. چون پیامبر خدا به طرف آن کنیز نگریستند فرمودند کنیز دیگری از بین اسیران انتخاب کن. انس میگوید پیامبر خدا درود بر او صفیه را آزاد کردند و با او ازدواج نمودند و همان آزادیش را برایش مهر قرار دادند. و هنوز در راه بودیم که ام سلیم
صفیه را تجهیز و آماده نمود و شب نزد پیامبر خدا فرستاد و پیامبر خدا درود بر او صبح آن روز داماد گردیدند و فرمودند کسی که چیزی دارد حاضر نماید و متاع چرمی را پهن نمودند. کسی خرما آورد و کسی روغن آورد و کسی تلقان. سپس این چیزها را با هم آمیختند و این توی عروسی پیامبر خدا بود. من رحمان فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که گفت برای پیامبر خدا درود بر او مال را از بحرین آوردند. پیامبر خدا فرمودند آن مال را در مسجد بریزید و این بیشترین مال بود که برای پیامبر خدا آورده شده بود. پیامبر خدا برای نماز خواندن از خانه خود بیرون شدند و با آن مالها التفات نکردند و چون نماز خوانده شد آمدند و نزد آن مالها نشستند و هیچ کسی نبود که آن را دیده باشند و از آن مال برایش نداده باشند تا اینکه عباس آمد و گفت یا رسول الله برای من هم بدهید زیرا من برای خلاصی خود و عقیل پول دادم. پیامبر خدا برایش گفتند خودت بگیر و او با هر دو دست در جامه‌اش ریخت. چون خواست آنها را بردارد نتوانست. گفت یا رسول الله کسی را بگویید که اینها را با من بردارد. فرمودند نه نمیگویم. گفت پس خود شما آن را با من بردارید. فرمودند نه بر نمیدارم. همان بود که عباس مقدار را از آن بر زمین ریخت و بقیه را با خود برداشته بر شانه‌اش انداخت و رفت و تا وقتی که از نظر پنهان شد پیامبر خدا از قفای او می نگریستند و عجب حرصی داشت و پیامبر خدا تا وقتی که 1 درهم از آن مال باقی مانده بود و توزیع نشده بود از جای خود بر نخواستند. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد. من رحمان فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمود ابن رابع انصاری روایت است که اتبان ابن مالک که یکی از صحابه های انصار است و در غزوه بدر اشتراک نموده بود نزد پیامبر خدا آمده و گفت یا رسول الله چشمهایم کمبین شده و من برای قوم خود امامتی میکنم و چون هنگام باران در شله شرشره رودی که بین من و بین ایشان از سیل روان می شود نمیتوانم به مسجدشان رفته و برایشان امامتی کنم. یا رسول الله خواهشم این است که آمده و در جای از خانه‌ام نماز بخوانید تا من آنجا را برای نماز خواندن خود اختصاص دهم. راوی حدیث میگوید که پیامبر خدا فرمودند انشاءالله به زودی این کار را خواهم کرد. اتبان گفت که فردای آن روز پیش از چاشت پیامبر خدا با ابوبکر به خانه‌ام آمدند و اجازه داخل شدن خواستند. برایشان اجازه دادم. به خانه داخل گردیده و پیش از آن که بنشینم فرمودند در کدام جای از خانه میخواهی که نماز بخوانم؟ گفت که به گوشه از خانه اشاره کردم. پیامبر خدا در آنجا ایستادند و برای نماز خواندن تکبیر گفتند. ما هم برخاسته و پشت سرشان صف بستیم. 2 رکعت نماز خوانده و سلام دادند و چون برایشان طعام آماده کرده بودیم از رفتنشان مانع شدیم. چندین نفر در خانه جمع شدند. یکی از آنها گفت مالک ابن دخیشین یا ابن دخشون کجاست؟ دیگر گفت او منافق است که خدا و رسولش را دوست نمی دارد. پیامبر خدا فرمودند چنین سخن مگو مگر او را ندیدی که لا اله الا الله گفته است و با این گفتهش جز رضای خداوند غرض دیگری نداشت. آن شخص گفت خدا و رسولش بهتر می داند. ما همکاری
و راهنمایی هایش را برای منافقین می بینیم. پیامبر خدا فرمودند کسی که خاص برای خدا لا اله الا الله گفته باشد خداوند او را بر دوزخ حرام می گرداند. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عبدالله ابن حارث روایت است که ابن عباس در یکی از روزهایی که بسیار گیل و لای بود خطبه را خواند و هنگامی که مؤذن اذان داده و به حی علی الصلاة رسید به مؤذن امر کرد که به مردم بگوی تا نمازهای خود را در خانه های خود ادا نمایند. مردم یکی به طرف دیگر نگاه کرده و گویا که از این سخن بدشان آمد. ابن عباس برای آنها گفت گویا که از این سخن بدتان آمد. این کار را کسی کرده است که از من بهتر است، یعنی پیامبر خدا درود بر او. این یک امر مشروع است و من نخواستم شما را به مشقت بیندازم. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که گفت شخص از انصار به پیامبر خدا درود بر او گفت من با شما در جماعت نماز خواندن نمیتوانم. این شخص خیلی چاق و فربه بود. روزی برای پیامبر خدا درود بر او طعامی را تهیه نموده و ایشان را به خانه خود دعوت نمود. بوریا را انداخت و یک طرف آن را آب پاشی کرد. پیامبر خدا درود بر او بالای آن بوریا 2 رکعت نماز ادا نمود. شخص از آل جارود از انس پرسید آیا پیامبر خدا درود بر او هنگام چاشت نماز ضحی می خواندند؟ ابن عباس گفت غیر از همین روز ندیدم که نماز چاشت را خوانده باشد. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند ملائکه در روز و ملائکه در شب به طور نوبتی با شما هستند و این ملائکه در نماز صبح و نماز عصر با هم جمع می شوند. بعد از آن ملائکه که شب با شما بودند بالا می روند و حق تعالی در حالی که خودش به حال بندگان خود از همه واقف تر است از ایشان میپرسد بندگان مرا در چه حال ترک نمودید؟ آنها میگویند آنها را در حال ترک نمودیم که نماز میخواندند و در حال نزدشان رفتیم که نماز میخواندند. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منا رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو قتاده روایت است که گفت شب با پیامبر خدا درود بر او در سفر بودیم. بعضی از مردم گفتند یا رسول الله چه می شود که شب را همینجا بخوابیم؟ فرمودند
می ترسم که وقت نماز به خواب بمانید. بلال گفت شما بخوابید، من شما را بیدار می کنم. همان بود که خوابیدند و بلال پشت خود را به شترش تکیه داد و چون خواب بر وی غلبه کرد خوابید. پیامبر خدا درود بر او هنگام بیدار شدند که آفتاب برآمده بود فرمودند ای بلال، چیزی که گفته بودی کجا شد؟ گفت هیچ وقت چنین خواب به سرم نیامده بود. فرمودند خداوند تا زمانی که خواست ارواح شما را قبض نمود و باز زمانی که خواست دوباره برای شما برگردانید. ای بلال، برخیز و برای نماز خواندن اذان بده. بعد از آن پیامبر خدا درود بر او وضو نمودند و هنگامی که آفتاب بلند گردیده خوب سفید شده بود نماز را ادا نمودند. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد منان رحمن فتاح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عبدالله ابن عمر روایت است که گفت او از پیامبر خدا درود بر او شنیده است که فرمودند مدت بقای شما نسبت به امتهای گذشته مانند نسبت بین نماز عصر تا غروب آفتاب است. تورات برای اهل تورات داده شد و آنها تا نصف روز به آن عمل نمودند، سپس از عمل کردن به آن عاجز گشتند. از این جهت برای هر کدامشان یک قرات مزد داده شد. و انجیل برای اهل انجیل داده شود و آنها تا نماز عصر به آن عمل نمودند. بعد از آن از عمل کردن به آن عاجز گشتند. از این جهت برایشان یک قرات مزد داده شد. و برای ما قرآن داده شد و ما به آن تا غروب آفتاب عمل نمودیم، پس برای ما دو قرات مزد داده شد. یهود و نصارا گفتند پروردگارا برای مسلمانان دو قرات و برای ما یک قرات مزد دادی، حالا آنکه ما از آنها وقت بیشتری کار کرده بودیم. خداوند جل جلاله می فرماید مگر در مورد مزد دادن به شما ظلم کردم؟ میگویند نه. خداوند متعال می فرماید پس این مزدی را که برای مسلمانان دادم فضل و مهربانی من است و فضل و مرحمت خود را با هر کسی که خواسته باشم می بخشم. يا مسلمين صلوا عليه